استاد ما یک سال پیش در همین شهر مسکو کار میکنیم استاد. تقریبا در یک فیرمای ترکی استاد 100 نفر در روز جمعه جمع میشید استاد. آیا اجازت است در همین خیل جایها مثلا نماز در جمعه رو ترکیه؟ بخونیم در مسکو؟ در مسکو، بله در مسکو ممکن. مسجد خاصتا دور یا برآمدن مشکل است، یا برای اگر حجت نداره دستگیر میشید. مثلا در این خیل جایها خواندن یعنی به مهاجرای روسیه اجازت است، لیکن اصلا باید به مسجد میرید. اگر امکانیت باشد به مسجد روید. اگر امکانیت نباشد در این خیل جاهای جمعیتی مثلا کارخانه یا جایی هست که در مذهب امام احمد باید 40 نفر باشد، در مذهب امام ابو حنیفه 3 نفر باشدم میشد. یعنی همین ها جمعه خوانده میتوند. مادامی که 100 نفر هستید جمعه خوانید درست است.